سلام علیکم دوستان غریبان. من خیلی شاد هستم که شما صحت و سلامت هستید. این امروز با ما یک ریرود زنده را تماشا برمدیم. این بولوها میخواستیم که برای شما یک نوار کنیم که بولی بالاتر بریم. بولو نوارای خوب میگیریم که تماشا کنیم. حلاوت برای باور کنید ریرود زنده طبیعت انسان را میشکنیم. این مال خلقه ما همیتا برمدیم با همین طور سر مال باور که طبیعت زیبای پیلون تماما طبیعت خوب شده است. وقتی چکریا و تارون ها اینه هم بالی ما انشالله تا اونجا را رفتنیم انتا میبرویم سنیم بالا پسی همینجا میبرویم انشالله با نوار میگیریم سیونکا مینیم با تماشا. نه دوستان عزیز باور که طبیعت زیبای همین فصل همین انسان ها نه اینکه طبیعت نستره میشه عصباش همه چیز باور که اون میکنه. این نگاه کنیده با شما ما خدا نصیب کرده باشه او نمیتوازی نمیتا برابر نمیتا میگیم بریم همین سرسری همجا او به همین سری همین شوخه همین سنگو را برمدنیم. الله مهربان پروردگار قوت اتیام و صبر جمیل اتیامون تا میبرویم نصیب باشه. یک سیر تماشا کنیم چی گفت. های دوستان عزیز با انشالله نوار میگیریم با انشالله خراشی خطییم خداوند همه مردمی غریبه که همین مردمی مسلمونه که ای تاجیکستان است همه شا پروردگار کریم ای همه بلای زمینی و آسمانی نگهدار. اینجا زمینوی عراش هم این قشلوقی عراش اینا زمینوی عراش هم تا زمینوی چیشه اینجا کشار شده است. اینا اینجا شرای اینا تماشا کنید دوستو. برفی بامی پیریت بر سر جوانی های ما را مادری جان مهربانا بخشی مولی پیلون چنگاه مادری جان قامتت را کرده باری غصه های ما زمین گیر بکشی بر دوش نازی
عموما جای آسمانی های ما را زیبا ما در اینجا اونجا جای استراحتگاه یک چشمه بود است. بازی به پیش خدا نصیب کرده باشم که میرم انتها میگذره میرم به پیش برم به پیش بین مشته منظرهای زیبا منظرهای خوشبو عموما جای فصل مثل یک برگی خزانی دستی سوی آسمانی دیگه بخولم دوانی خیلی امینو در برف و بزرگ خاکی است از آسمان ها به خزانی های ما را زندگی میکنم که ما در اینجا شوجه های تو پریشان تو همه شب زیر بالت گریه داری حسرتی به آشیانی های ما را مادری جان ما کم ترک دیر کردیم ما گله های هستن که عموما گله زیبا گله یارمون شد وقتی گذاشته بیای ما کم تر دیر ترک کردیم یا ما اولی بودار ما مرد انتهای هم کنجان مرد میشکفیم یکی اوزی نیستن اوزی به طور خواستن تو چون نقشه عالم شده است و میتوان خواه همون جایی گفتم انا همونجا اینجا چشمات دست یکی کم کم میره از خطی روی بهشتیت نشانی های ما را مادری جان با زبانی تو بس همون جایی گفتم انا همونجا اینجا چشمات دست یکی کم کم میره خوش زبانی های ما را مادری جان اون شما نو منظره زیبا مهربانا بخشین نامهربانی های ما را مادری جان من این را بچه ها پیازی کهی میگم پیازی کهی بدست میگم خیلی بسیار از این جاهای ما این ها صوت پیازی خونگی های یکی شکلش که اینه میشه اینه میشه یه اگون شکل که اگون چی بشه کندنش osuna bina inda باز همان جا رویم خواستد که آن شهر ماست
بسیار پیاز خوشخوره. این عموما پیاز سیامی مردم یعنی ده ها میویان میبرن این پیازا. اینا سالونی بانکانشون میکنن، بعد برای خوردنشون میبرن. این اینجا خیلی بسیار این قدیمجا اینا همش همه پیاز اینا میگی گل کرده گه گلشان نگاه نیست، گلشان من گل خشوار نکرده است، همش گل کرده گه خیلی ما بلوتره بریم با چی گفت اینا دوستو عزیز. ما اینا میگه برماده ساده اینه بچه اورود مرگن اینا نگهش کن پیاز اینا تاری چویی چینده ساز اینا بچه اورود مرگن در همی روی راه اینا وسترچ کن باور که در اینجا علم تعلیق نمیگیره که زمینه ای جنگل چیکنی خرس وره پیش میزنه هر چیز میگوه این بچه اورود مرگن اینا نگهش میگه کن شبزنه بخدو در این تاری جونی خیلی آدم گوزدار در خوکی بیاید که از باسید مردمی غریب چی میگو تو یک چیزو که ما ما گوش کن که مردمی غریب چی میگو یک نیتری لایک نشون که بگو لایک مونی الا از باسید ما تو مردمی غریب چی میگو بچه ها خیلی نگاب نمیزنه بچه ها رو باور که در این جنگل هم این خدش توقع این نگاه که روی راه میگوید خرس بورش را خوب راه مینا میبینیمش همین بچه ها رو این درخت میبینیم چی میبینی؟ باور کن رخت گم میکنی من باید ها انم جا بگم انمو کشتی انم جا باید بگم همون بلندی بگم یا باید همه شکر ممکن تو چی گب های در این دنیا